هی چه شده بچه‌ها؟ من متیمتی هستم. خوش اومدین به این ویدیو. امروز اومدیم با اسکی از یک محتوای بنده خدا به اسم تئوس، یعنی ترید، به همراه مهدی کیجی. یوسفشون نیست، اینم سایت ترید ماست. آره هی رفت بالا هی رفت بالا این چیز نه. خب اومدیم اون تحلیل چرت بکنم. ببینید بچه‌ها، همین اوله بسم الله. ببین ما اینو میکشیم. خب اینو وقتی میکش، چرا بیت کوین اینقدر داره میره بالا و صفحه من پر میزنه؟ خب بیت کوین رفته بالا بچه. میبینی الان باید بای بیت کوین رو بگیریم. این از این خطی که من حس کردم رد شده. خب الان میایم اینجا 125x رو باز میکنیم. ببینم چقدر میتونیم بزنیم. بیشتر 1200 نمیتونیم دلار بزنیم. آره 1200 دلار میخوام از اونی که مادم خیلی کثیفی هستیم، پولداری هستیم. 120 دلار میدن دیگه پولامونو. میدونی که مهدی میدونه. خب بچه بایو بغل کردیم. خب مهدی به نظر تو سودی میرسن؟ ها 10% تو سودیم. یه لحظه آپارات نوتیف اومد، اینو دقیقا نکن. 30% تو سودیم، 50% تو سودیم. آقا بنازم نه اصلا تحلیلم اصلا به 125x این قضیه دقیقا پشمون. بیت کوین چقدر دوره میره پلو بچه ها. هر کی هست باشو ببن تو هم 70%. بچه کنده در موقع سال بکنم بیت کوین رو خفت کردن. چند درصد؟ 1% کندل مهدی داده تو 70% تو سودم مهدی. 70% تو سودم. یا اول یا به نظر ببندیم 80%. آقا من حس میکنم بیت کوین داره ناز میکنه. الان سود 70% 80% فکر کردیم به سود 30% داریم قانع میشه. خب زمانی که این احساس میکنین میریم یه ارز دیگر هم میبندیم. ما الان میایم یه دونه دیگه باز میکنیم. چه ارزی ببندیم؟ این ارزایی که تو تاپن الان چی هم تو تاپ؟ ببین تغییرات 24 ساعت هرچی بیشتر بود میبندیم. پشمون یه ارز هست اسمش تیاس، همینو میبینیم. آره و ورز کیا. پشمون عجب ارزی. آره عجب ارز سگی. واقعا ارز سگی میایه. بچه من این ارز پیشنهاد میکنم حتما برین اسپات بخرینش. ببین من الان اسپات نمیخرم چون بچه سود 70% بود، الان منفی 20%. ببین قبول داری و مدیریت احساسات بکنی. الان ما داریم ترغیب بشیم که ببندیم اینو، درسته؟ وقتی یه ارزی یهو میریزه بدون کامبک میزنه. بچه ببینید این یک ارز تیاس است. اینجوری میگیریم بالا جیگلی. خب ببینیم این روند سودیه. ما این ارز باید بای بگیریم. قبول داری که این 5x بیشتر نمیشه این ارز بس. راستی ما محروم شده بودیم. کسی افرادی بیشور چون ما زیاد پولای سنگی میبندیم ما رو محروم میکنن. آره بیشورا. بریم یه ارز دیگر رو ببندیم. مثلا LTC لات کن هم لات کن 5x نباش. نه لات کن 100x داریم. من کلا مهدی میدونه من تو کارهای چیز بهش میگن مارژین لبریج بالا، لبریج خیلی بشدت بالا. آره من روی لایت کوین 100,000 دلار میبندم. من لایت کوین 100,000 دلار میبندم. منفی 100,000 دلار. آخ بچه ها منفی 140 دلاری. بچه ها نظرتون من از اینا سود دریافت میکنم یا دریافت نمیکنم؟ نظرت اینه که دریافت نمیکنم. در آخرم من یه نات کوین میبرم. نات کوین رو بیا نات USDT تا بالا میاریم. اوشیت نات کوین هم وضعیتش با بیت کوین یکیه. 5x هم بیشتر نمیشه. من میگم رقم بالایی رو وارد مارکت بکنی. چی میگی؟ من خدای این کارم، من خدای بازیم، هیچی نیستم. من خدای کریپتو هم. برای اینکه ضایعات بکنم 1,000 دلار
$1000 $1000 دیگه رو BTC میبندم برای که بهت ثابت کنم من خیلی خفنم، بدون تمرین میبرم. خب مهدی اون BTC که در مرحله دوم $1000 بستم و اون BTC دومیه که بستم داره کار جمع میکنه. آره داره کار جمع میکنه. نات کوینم که بستم اگه 100x بسته بودم الان 100% تو سود بود. داره کارو جمع میکنه. من اینو میذارم، اینو که ترید کردم میذارم و تو رکورد میذارم نشون میدم که تش چیم شد، رکورد شدم نشدم، سود گرفتم سود نگرفتم و به شما نشون میدم. ولی همینجا با شما خودم میکنم تا یه ویدیو دیگه. اگه دوست شدین دوباره ترید بزنم در خودفیز وای اصلا صدای تو ضبط نمیشده. به افغانستان خوش. میکنم پاره با کلام رتی زدی ولی رپی دیکاپریو هم باشی چاقی میشی شکیرا پیشم یو فناتیست منو قدیما دیدن و ترسی ندارم برام روش از قدیما کیم فدای سرشونم اونایی که ندیدنم لقبم عوض چه این کار نمیشه حقیقتم تو همون ویدیو که تو میکردی مخابره 4000 برابر از الان تو قوی ترم چاقی پاشو من چند سالی با ظرف دارم چاقی پاشو پشت چیا میگرد تا در